تمدنی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم اسمش هست ساینتیفیک متریالیسم یا ماده‌گرایی علمی که بر اساس علم کلاسیک یا فیزیک نیوتنی بنا شده. علمی که میگه هر چیزی که قابل لمس و قابل آزمایش باشه مهمه و هر چیزی غیر از اون دیگه مهم نیست و نباید براش احتمالی در نظر گرفت. یعنی ما زندگی رو فقط میتونیم از طریق قلمرو مواد درک کنیم و هر چیزی که نادیدنیه مثل روح، مثل بعد معنوی یا قدرت ذهن انسان رو باید بیخیال بشیم، چون نمیشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. که بروس لیپتون میگه بر اساس همین تفکر 4 تا باور بنیادی شکل گرفت که همشون یا ناقصن یا کاملا اشتباهن و متاسفانه ما فرهنگمون رو بر اساس همین باورهای اشتباه شکل دادیم. اولین باور میگه که علم زیستشناسی اساسش علم کلاسیک یا همون فیزیک نیوتنیه. یعنی برای درک بیولوژی و کارکرد بدنمون علم شیمی رو بلد باشیم کافیه. قدرت ذهن هیچ تأثیر روی بدن ما نداره چون قابل لمس نیست، قابل آزمایش نیست. در حالی که در سال 1925 وقتی که فیزیک کوانتوم متولد شد، معلوم شد که دنیا از دوگانگی ماده و انرژی تشکیل نشده، بلکه فقط از یک چیز تشکیل شده و اونم انرژی. و ما که به ظاهر فیزیکی هستیم و از ماده تشکیل شدیم، در واقع انرژی محصور در میدان انسان هستیم، یا همون اتم ها که الان به عنوان کوچکترین ذره هر ماده شناخته شدن، در واقع از گرداب‌های بسیار کوچک انرژی تشکیل شدن. حالا نکته اینجاست که خود انرژی به خودی خود نامرئی و قابل لمس نیست، پس باید طبق فیزیک نیوتنی در نظرش نگیریم. چطور میشه عنصری که زیربنای هر چیزی در این دنیا هست رو ما بخوایم در نظر نگیریم چون قابل لمس نیست؟ باور دوم میگه که ژن‌ها بیولوژی رو کنترل میکنن و بروس لیپتون میگه اگر این حقیقت داشته باشه معنیش اینه که ما قربانی وراثت خودمون هستیم، چون ژن‌هایی که باش متولد میشیم رو خودمون انتخاب نمی‌کنیم. و این یعنی مثلا اگر یک نفر پدر یا مادرش سرطان داشته باشه، اونم بالاجبار سرطان خواهد گرفت، در حالی که این بیشتر یک باوره تا یک حقیقت. علم اپیژنتیک میگه که این دریافت و درک ما از محیطه که بیولوژی ما رو کنترل میکنه، نه ژن‌ها. دریافت و درک ما از محیط یعنی همون باورها، یعنی همون چیزی که توی تحلیل مجموعه پیوندهای گم شده راجبش صحبت کردیم و گفتیم که همه چیز از فیلتر باورهای ما رد میشه و هر کسی بسته به باورهاش درکش از محیط متفاوته. باور سوم بر اساس تئوری تکامل داروینه که همون زنده ماندن قوی تر هاست. بروس لیپتون میگه این کاملا اشتباهه و به همین دلیل که کره زمین الان تبدیل شده به یک میدان جنگ و درگیری. که راجع به تئوری تکامل و دلایل ردش توی تحلیل های مجموعه پیوندهای گم شده کاملتر صحبت کردم که میتونید بهش مراجعه کنید. باور چهارم باز بر اساس تئوری تکامله که میگه حیات با یک سری اتفاقات شانسی و تصادفی به وجود اومده. بروس لیپتون این رد میکنه و میگه اینکه یکی تاس ژنتیک ریخته و ما به وجود اومدیم خیلی مضحکه و قطعا هدفی از خلقت ما وجود داره. که بازم در این مورد ارجاعتون میدم به تحلیل های مجموعه پیوندهای گم شده که خیلی کامل در مورد تئوری داروین صحبت کردم که میتونید بهش مراجعه کنید و کامل گوش بدید. توی تحلیل مجموعه تحول درون میخوایم بیشتر به باور اول و دوم که در مورد بیولوژی و عامل کنترل کنندش هست بپردازیم که ان شاءالله تو قسمت‌های بعدی راجبش صحبت میکنیم کامل. توی این بخش از تحلیل مجموعه تحول درون میخوایم راجع به بیولوژی و عامل کنترل کنندش صحبت کنیم و اینکه چرا باور کنترل شدن بیولوژی توسط ژن‌ها یه باور اشتباهه. خب همیشه از قدیم این سوال وجود داشته که عامل انتقال وراثت در موجودات چی هست و واحدی که
وظیفه انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر رو به عهده داره چی هست؟ خب در سال 1892 دانشمند آلمانی به اسم آگوست وایزمن کشف میکنه که واحد انتقال وراثت در بدن کروموزوم های ما هستن. ولی خب دوباره خود کروموزوم از دو بخش دی ان ای و پروتئین ها تشکیل شده. سوال بعد اینجا بود که آیا دی ان ای عامل انتقال وراثت در کروموزوم هست یا پروتئین ها؟ که جواب این سوال تا سال 1944 بدون جواب موند، تا اینکه توی این سال دو تا دانشمند به اسمهای مکلود و مککارتی طی یک سری آزمایش که روی باکتری ها انجام میدادن متوجه شدن که عامل یعنی بخش انتقال وراثت در کروموزوم دی ان ای هست نه پروتئین. خب حالا که عامل اصلی مشخص شده بود، سوال بعدی اینجا بود که خود دی ان ای ساختارش به چه شکله و چطوری کار میکنه. که دوباره این سوال 9 سال جوابش طول کشید. در سال 1953 جواب این سوال که دی ان ای چی هست و ساختارش به چه شکله در قالب یک مقاله در مجله نیچر توسط دو تا دانشمند به نامهای واتسون و کریک به چاپ رسید. اینکه دی ان ای یک مارپیچ دوگانه است که ژن‌های کدگذاری ما داخلش جا داده شده. حالا کارش چیه؟ دی ان ای مثل یک نقشه میمونه، یعنی نقشه‌ای که پروتئین ها از روی اون نقشه شروع به ساخته شدن میکنن و ارگان‌های بدن ما رو تشکیل میدن. اگه بخوام یه مثال قابل لمس براتون بزنم، تصور کنید که بدن ما شبیه یک ساختمانه که قرار ساخته بشه. نقشه ساختمان میشه دی ان ای و مصالح ساختمان میشه اون پروتئین ها که از روی اون نقشه شروع به ساخته شدن میکنن و ارگان‌های بدن رو میسازن. خب حالا برای دانشمندا سوال پیش اومده بود که چی دی ان ای رو کنترل میکنه. اومدن یه آزمایش انجام دادن و یه مارپیچ دوگانه دی ان ای رو یه قسمتش رو جدا کردن و اون مارپیچ تک رو توی یک محیط جداگانه قرار دادن و دیدن که بعد از یه مدت دی ان ای دوباره خودش رو بازسازی کرد و تبدیل شد به مارپیچ دوگانه. و از این آزمایش نتیجه گرفتن که دی ان ای خودش رو برای بازتولیدش برنامه نویسی میکنه. پس این یعنی ژن ها بیولوژی رو کنترل میکنن و از اونجا که ما در زمان تولدمون ژن هامون رو انتخاب نکردیم، معنیش اینه که ما قربانی وراثت خودمون هستیم و نمیتونیم هیچ دخالتی در بیولوژی و در نهایت در سرنوشت خودمون داشته باشیم. بروس لیپتون میگه این اشتباهه، چون آزمایشی که انجام شده بود یک آزمایش ناقصه. دلیلش اینه که دانشمندان اومدن از دی ان ای خالص برای این آزمایش استفاده کردن، در حالی که واحد انتقال وراثت در بدن کروموزومه که 50%ش دی ان ای هست و 50% دیگهش پروتئینه. یعنی دانشمندان اومدن همون اول از احتمال تأثیر پروتئین ها روی دی ان ای چشم‌پوشی کردن، چون در تفکر اونها مسیر جاری شدن اطلاعات از دی ان ای به آر ان ای که کپی از ژن های ما هست به سمت پروتئینه و این مسیر نمیتونه به هیچ وجه برعکس باشه. برای همین پروتئین نمیتونه هیچ تأثیری روی دی ان ای بذاره، در حالی که طبق علم اپیژنتیک ثابت شده که این مسیر دو طرفه است، یعنی پروتئین ها میتونن روی آر ان ای و در نهایت دی ان ای تأثیر بذارن. خب سوال بعدی که مطرح میشه اینه که چه چیزی پروتئین ها رو کنترل میکنه و میتونه روش تأثیر بذاره؟ جواب سیگنال های محیطه. بروس لیپتون میگه که ما موجودات پروتئینی هستیم، یعنی از هزاران نوع پروتئین که سلول های بدن ما رو تشکیل دادن ساخته شدیم و علاوه بر شکل دادن ساختار بدن، کنترل عملکرد بدن هم دست همین پروتئین هاست. خب حالا میرسیم به مهمترین و آخرین سوال، اینکه این سیگنال ها چی هستن که میتونن روی پروتئین ها و در نهایت عملکرد بدن ما تأثیر بذارن. خب طبق علم نیوتنی که توی قسمت قبل در موردش صحبت کردیم،
چون بدن ما از ماده تشکیل شده فقط توسط مواد میشه روش تاثیر گذاشت. مواد یعنی همون داروها. داروها وقتی که وارد بدن ما میشن به عنوان سیگنال های مکمل پروتئین ها به سلولا میچسبن و باعث تغییر شکل پروتئین ها و در نهایت تغییر عملکرد بدن میشن. ولی طبق علم کوانتوم که بازم توی قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم، چون اساس همه چیز از انرژی و همه چیز از انرژی تشکیل شده، پس پروتئین ها هم نه تنها توسط مواد میتونن تاثیر بپذیرن، بلکه توسط میدان های انرژی هم میتونن تاثیر بپذیرن. بروس لیپتون میگه که چیزی که ما طبق علم اپیژنتیک متوجه شدیم اینه که سیگنال های میدان های انرژی خیلی تاثیرگذارتر از سیگنال های مواد شیمیایی یا همون داروهای فیزیکی هستن. میدان های انرژی مثل چی؟ مثل آگاهی. آگاهی یک میدان انرژیه که شامل افکار، احساسات و باورهای ماست. نتیجه این که ما میتونیم به واسطه افکار و احساساتمون روی بیولوژی و در نهایت روی عملکرد بدنمون تاثیر بذاریم. ما میتونیم به واسطه افکار و احساساتمون خودمون رو مریض کنیم یا اینکه برعکس خودمون رو شفا بدیم. خیلی از ما درباره شفا پیدا کردن ها در اماکن معنوی و مقدس شنیدیم یا شاید خیلی همون از نزدیک شاهدش بودیم. مثلا توی فرهنگ ما توی حرم ائمه زیاد این اتفاق افتاده، یا اینکه توی فرهنگ‌های دیگه توی مکان‌های معنویشون این شفا پیدا کردن ها رو تجربه کردن. ولی دقیقاً چه اتفاقی میفته که مثلا یک نفر میره توی حرم امام رضا و شفا میگیره؟ اتفاقی که میفته اینه که اون فرد میره وسط دریایی از میدان‌های انرژی هماهنگ و همجهت که به واسطه افرادی که در اون محل حضور دارن به وجود اومده. افرادی که همه آرامش دارن، همه دارن دعا میخونن، همه دارن شکرگزاری میکنن و خب همه اینا میدانهای انرژی و ارتعاشهای قوی تولید کرده و خب خود شما هم با باور قوی نسبت به اینکه شفا میگیرید وارد این مکان میشید و انرژی خودتون، میدان انرژی خودتون هم یه میدان قوی و مثبته. و خب طبق صحبتایی که کردیم میدانهای انرژی میتونن به عنوان سیگنال روی پروتئین ها و در نهایت بیولوژی ما تأثیر بذارن و خب نتیجه این که شما شفا میگیرید. بعضیا میان میگن که این چیزا علمی نیست و باید علمی برخورد کنیم و اینا. اولا که این چیزا رو خب ما داریم میبینیم به چشم، نمیشه انکارش کرد. و ثانیاً اون علمی که شما ملاک و معیار قرارش دادین علم نیوتنیه که در واقع یک زیرشاخه کوچک از علم کوانتومه و اتفاقا توی علم کوانتوم این چیزا توجیه داره و معنی میده. علمی که میگه ما قربانی این جهان مادی نیستیم و قدرت تغییر بیولوژی و در نهایت سرنوشت خودمون رو به واسطه افکار و احساسات و باورهامون داریم. قدرتی که سالهاست به واسطه تفکر نیوتنی از ما گرفته شده و افتاده دست کمپانی‌های داروسازی. توی این قسمت می‌خوایم راجع به بخش‌های مختلف ذهن صحبت کنیم. اینکه عملکردشون به چه صورته و چجوری میشه کنترلشون کرد. اول بذارید راجع به خود ذهن صحبت کنیم. اصلاً ذهن چی هست؟ ذهن در واقع یک تفسیرگر اطلاعات، یعنی اطلاعات ورودی مغز در هر لحظه رو تفسیر میکنه. حالا این تفسیر ذهن از اطلاعات ورودی در هر انسانی متفاوت، یعنی ممکنه دو نفر توی یک محیط ذهنشون تفسیر متفاوتی از شرایط داشته باشه. یه نفرشون توی اون محیط احساس خطر کنه ولی اون نفر دوم احساس آرامش داشته باشه. بذارید یه مثال ساده از این موضوع براتون بزنم. تصور کنید دو نفر با هم وارد یک اتاق میشن و توی اون اتاق یک سگ وجود داره. نفر اول ترس وجودش رو برمی‌داره، مغزش دستور ترشح هورمونای استرس مثل کورتیزول رو میده که برای بدن واقعا سمه. ولی در عوض نفر دوم وقتی سگ رو میبینه احساس خوبی داره
و احساس آرامش و امنیت میکنه و مغزش دستور ترشح هورمون‌های دوپامین و اکسیتوسین رو میده که اینا باعث تقویت و نشاط بدن میشه. پس شرایط یکسان بود ولی تفسیرها متفاوت بود. یکی داره با برداشتش از محیط به بدن خودش آسیب میرسونه و نفر دوم کاملا برعکس. حالا سوال اینجاست که منشأ این تفاوت کجاست؟ منشأ این تفاوت همونجوری که احتمالاً تا الان حدس زدید در نحوه برنامه‌ریزی ذهن یا همون تفاوت در باورهای افراده. خب سوال اصلی اینجاست که ذهن چجوری برنامه‌ریزی میشه؟ اول باید این مسئله رو بدونیم که ذهن از دو بخش هوشیار و نیمه هوشیار تشکیل شده که هر کدومشون نسبت به هم از راه‌های متفاوتی یاد میگیرن و برنامه‌ریزی میشن. ذهن هوشیار که تقریباً 10% مغز ما رو تشکیل داده، جایی که ما کنترل ارادی روش داریم، محل آرزوها و خواسته های ماست، خلاقیت ما از اونجا نشأت میگیره و همینطور مثبت اندیشی ما توی ذهن خودآگاه و هوشیار ما اتفاق میفته. یعنی مثلا وقتی که ما در مورد موضوعی داریم مثبت فکر میکنیم، توی اون لحظه ما توی ذهن خودآگاهمون حضور داریم. و در مقابل ذهن نیمه هوشیار یا ضمیر ناخودآگاه ما که تقریبا 90% مغز ما رو تشکیل داده و ما هیچ کنترل ارادی روش نداریم. این ذهن محل عمیق‌ترین باورهای ماست که تقریبا میشه گفت زندگی ما رو کنترل میکنه. اساس و بنیاد ضمیر ناخودآگاه ما توی 7 سال اول زندگیمون شکل میگیره. یعنی وقتی که ما به دنیا میاییم، ذهن ما مثل یک لوح سفید میمونه که هنوز هیچی روش حک نشده و تنها برنامه‌های موجود در ضمیر ناخودآگاه ما غریزه های ما هستن که به صورت ژنتیکی نسل به نسل منتقل میشن. مثل بسته شدن غیر ارادی چشم وقتی که یک چیزی به سمتش پرتاب میشه، کاملا غیر ارادیه، هیچ کس اینو به ما آموزش نمیده چون جزوی از برنامه‌های پیشفرض نصب شده روی ضمیر ناخودآگاه ماست. غیر از غریزه ها، هر برنامه و باوری اکتسابیه، یعنی ما از اطرافیان و محیط اطرافمون به عاریه گرفتیم. بروس لیپتون میگه که توی 7 سال اول زندگی امواج مغزی ما پایین‌تر از امواج هوشیاری هستن. یعنی هیچ ذهن منطقی وجود نداره. ذهن ناخودآگاه مثل یک دستگاه ضبط در حال ذخیره کردن رفتارها یا به عبارتی نصب برنامه‌ها روی سیستم عامل ماست، بدون هیچ گونه پیش داوری و قضاوت نسبت به اینکه کدوم خوبه و کدوم بد. فرکانس مغز ما توی این سالها در محدوده امواج دلتا تا آلفا نوسان میکنه که همون فرکانس هیپنوتیزمه. بچه‌ها توی این سالها حتی نیازی نیست خودشون چیزی رو تجربه کنن، فقط با دیدن اعمال و رفتار اطرافیان اونا رو هیپنوتیزم وار دانلود و ذخیره میکنن. پس رفتار و گفتار پدر و مادر و اطرافیان توی این سالها نه تنها با خود بچه مهمه، بلکه با همدیگه هم جلوی بچه مهمه. مهمترین و ریشه‌ای ترین باورهای ما توی همین 7 سال اول ساخته میشه. یک کشیش یهودی به اسم سنت فرانسیس که 400 سال پیش زندگی میکرده گفته شما یک بچه رو در 7 سال اول زندگیش به من بسپارید و من در نهایت یک مرد به شما تحویل میدم. بیس شخصیت و اساس شخصیت ما توی همین سالها ساخته میشه که تاثیر بسیار زیادی روی کیفیت زندگیمون در کل دوران عمرمون داره. بروس لیپتون یه مثال خیلی جالب میزنه. میگه تصور کنید بدن ما مثل یک خودرو در حال حرکته که ذهن هوشیار ما پشت فرمون نشسته. خب تا اینجا همه چیز خوبه، چون همونجوری که قبلا گفتم ذهن هوشیار ما محل آرزوها، خواسته ها و منشأ خلاقیت ماست و وقتی که دستش روی فرمون باشه یعنی که ما داریم توی زندگی به سمت همون چیزی که میخوایم پیش میریم. حالا وقتی که ذهن هوشیار ما به فکر فرو میره، دستاشو از روی فرمون بر میداره و این یعنی که ماشین میره روی حالت اتوپایلوت یا رانندگی خودکار. و این یعنی چی؟ یعنی که فرمون میفته دست ضمیر ناخودآگاه ما و شروع میکنه برنامه‌ای که از قبل روش نصب شده رو اجرا میکنه بدون اینکه حتی نیازی به توجه ما داشته باشه.
حالا نکته اینجاست که طبق تحقیقات علمی ثابت شده که یک فرد معمولی 95% روزش در حال فکر کردن. یعنی 95% زندگی ما این ضمیر ناخودآگاهه که پشت فرمون نشسته. یعنی 95% مواقع این ذهن ناهوشیار ماست که داره اطلاعات ورودی مغز ما رو تفسیر میکنه. بر چه اساسی؟ بر اساس برنامه‌هایی که روش نصب شده، بر اساس باورهای ما. الان شاید خیلیاتون بگید خب حالا که ما هیچ دخالتی در برنامه‌ریزی آغازین زندگیمون نداشتیم، یعنی که ما محکومیم تا آخر اون با اون برنامه‌های اشتباه و نامناسب زندگی کنیم؟ جواب خیره. شما میتونید این برنامه‌ها رو تغییر بدید. شما میتونید باورهای مخرب و محدود کننده‌تون رو با باورهای سالم و قدرتمند کننده عوض کنید. چجوری؟ این دقیقاً موضوع قسمت بعدی تحلیل ماست که قراره توی قسمت بعد کامل بهش بپردازیم. سوالی که در انتهای قسمت قبل مطرح شد این بود که آیا ما محکومیم تا آخر عمر با این برنامه‌هایی که اکثرشون مخرب و تضعیف کننده هستن زندگی کنیم، یا اینکه توانایی تغییر و برنامه‌ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاهمون رو داریم. تو این قسمت می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و روش‌های تغییر باور رو یکی یکی با هم بررسی کنیم. بروس لیپتون میگه که شما با 3 روش میتونید این کار رو انجام بدید و برنامه‌های مخرب ذهن ناهوشیارتون رو با برنامه‌هایی که خودتون می‌خواید جایگزین کنید. اولین روش هیپنوتیزمه. هیپنوتیزم مثل این میمونه که یک خط تلفن مستقیم به ضمیر ناخودآگاه ما وصل شده باشه و ما بتونیم مستقیما باش تعامل داشته باشیم. این یعنی اینکه ذهن خودآگاه ما از سر راه کنار میره. دقیقاً مثل زمان کودکی که گفتیم مغز ما در سطح تتا ارتعاش میکنه که همون سطح هیپنوتیزمه و ما هیپنوتیزم وار رفتارهای والدین و اطرافیانمون رو بدون هیچ گونه ذهن منطقی دانلود و ذخیره میکنیم و حالا اگر بخوایم دوباره به اون برنامه‌ها دسترسی داشته باشیم باید بریم توی همون حالت. سوالی که پیش میاد اینه که یعنی ما هر دفعه برای این کار باید به هیپنوتراپیست مراجعه کنیم؟ بروس لیپتون میگه که نه، شما میتونید از برنامه‌های خود هیپنوتیزمی استفاده کنید. یعنی یک سری فایل‌های صوتی که هر زمانی که قصد خوابیدن داشتید توی هدفون توی گوشتون پلی کنید و از اونجایی که ما در زمان خواب دوباره سطح ارتعاش مغزمون به سطوح پایین‌تر یعنی آلفا و تتا میره، هر ورودی که به مغزتون بدید مستقیما با ذهن ناهوشیارتون تعامل برقرار میکنه و میتونه روش تاثیر بذاره. البته باید مدت زمان زیادی این پروسه رو تکرار کنید تا بتونه تاثیر خودش رو بذاره. روش دوم تغییر باورها از طریق تکرار و تمرینه. بعد از 7 سالگی که مغز ما وارد سطوح بالاتر هوشیاری میشه، ما از طریق تکرار و تمرین میتونیم برنامه‌های جدید رو روی ضمیر ناخودآگاهمون نصب کنیم. به عبارتی با عمل کردن و انجام دادن، نه فقط با نگاه کردن. مثلا فرض کنید ما میخوایم رانندگی یاد بگیریم. شما اگر 10 ساعت بشینید و به یک راننده و اینکه چه کاری انجام میده نگاه کنید، نمیتونید رانندگی یاد بگیرید تا اینکه خودتون برید و پشت فرمون بشینید و شروع کنید به یاد گرفتن. هرچی بیشتر تمرین و تکرار کنید این کار رو، انجامش براتون راحت تر میشه. مثلا اولش همش توجهتون به گاز و کلاچ و دنده است، یا اینکه دور موتور چند باید باشه، توی اون دور موتور دنده باید چند باشه. ولی هرچی که میگذره نیاز به توجه به جزئیات کمتر و کمتر میشه تا اینکه به جایی میرسه که کلا دیگه اصلا نیازی به توجه به رانندگی شما ندارید. همه کارها خود به خود انجام میشه. اونجاست که این برنامه کامل روی ضمیر ناخودآگاه شما نصب شده و ذهن خودآگاهتون
آزاد میشه و شما میتونید در زمان رانندگی به چیز دیگه کلا فکر کنید. این یه مثال محسوس بود از نحوه نصب برنامه‌ها در دوران بعد از کودکی و ما هر مهارت و علم دیگه هم که بخوایم یاد بگیریم روش انجامش به همین شکله. کلا عملکرد مغز به این شکله که شما وقتی در حال یادگیری یک مهارت جدید یا یک علم جدید هستید، سلول‌های عصبی مغز یا همون نورون‌های مرتبط با اون بخش‌های مغز که در یادگیری اون موضوع خاص دخیل هستن شروع به ارتباط گرفتن با هم میکنن و شبکه‌های نورونی رو تشکیل میدن. هرچی شما بیشتر اون کار رو تکرار و تمرین میکنید، اون شبکه‌های نورونی قوی‌تر و پیچیده‌تر میشن و انجام اون کار برای ما راحت‌تر میشه. دکتر جو دیسپنزا که یک نورولوژیست مشهوره از اصطلاح سیمکشی استفاده میکنه. میگه مغز شما برای انجام این مهارت جدید سیمکشی میشه و هرچی شما بیشتر مهارت جدید یاد بگیرید، این شبکه‌های نورونی بیشتر توی مغز شما تشکیل میشن و مغز شما پیچیده تر میشه و در نهایت باعث میشه که مغز شما عملکرد بهتری در تمام زمینه‌ها از خودش نشون بده. پس هیچ وقت یادگیری رو متوقف نکنید. مغز شما مثل یک عضله میمونه که هرچی بیشتر ازش کار بکشید قوی تر میشه. حالا نکته اینجاست که افکار شما هم قابلیت این رو دارن که در صورت زیاد تکرار شدن شبکه نورونی مخصوص خودشون رو در مغزتون ایجاد کنن. یعنی فرض کنید شما یک فکر خاص رو مدام توی سرتون میچرخونید. مثلا مدام فکر میکنید که آدم دست با چلفتی هستید و وقتی که این فکر زیاد تکرار میشه باعث شکل گرفتن شبکه نورونی مرتبط با همین فکر توی مغزتون میشه و اگر دست از تکرارش بر ندارید این شبکه نورونی مدام قوی تر میشه تا اینکه جزئی از هویت شما میشه و از اونجایی که کار ذهن ایجاد تعادل و هماهنگی بین جهان درون و جهان بیرون شماست، این باور تبدیل به واقعیت زندگی شما میشه و در نهایت اثر مخربش رو توی زندگیتون میبینید. اما خبر خوب اینه که اگر شما آگاهانه این افکار منفی رو شناسایی کنید و به صورت ارادی و خودآگاه دست از تکرارشون بردارید و با افکار مثبت و قدرتمند کننده جایگزینشون کنید، کم کم این شبکه‌های نورونی از هم باز میشن و شبکه‌های نورونی جدید مرتبط با افکار مثبت جدیدتون شروع به تشکیل شدن میکنن. افکار مثبت جدید رو میتونید در قالب عبارات تأکیدی مثبت پرورش بدید و به این شکل شما مغزتون رو سیمکشی مجدد میکنید و کم کم اثرات مثبتش رو توی زندگیتون میبینید. و در نهایت سومین و آخرین روش تغییر باورها که میشه گفت تقریبا یک روش جدید در دنیا محسوب میشه، انرژی سایکولوژی یا روانشناسی انرژی که زیرشاخه‌های زیادی داره و خودش یک بحث کاملا مفصل و جداست. من فقط تیتروار چند تا از متدهاشو اینجا براتون میگم. شما اگر دوست داشتید میتونید توی نت سرچ کنید و مطالب کامل مرتبط باشون رو بخونید. اولین متد EFT یا تکنیک آزادی احساسات. دومین متد NLP که الان توی ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرده و کار میشه و تدریس میشه. سومین متد سایکی هست که اون کی مخفف کی یا کلید هست به معنی کلید ذهن که یک روش جدید تغییر باورها در دنیاست که توسط رابرت ویلیام در سال 1988 پایه‌ریزی شده که یک کتاب هم به همین اسم موجوده. من کنجکاو شدم ببینم که به زبان فارسی ترجمه شده یا نه که دیدم نه، هنوز ترجمه نشده و فقط نسخه زبان اصلیش در دسترسه. و متد چهارم متد ایموشن کد هست که این هم یک روش مشهور در دنیاست. در سال 2000
2014 یک فیلم کامل در مورد همین ایموشن کد ساخته شده که همین اواخر توسط تیم ما ترجمه شده و روی سایت قرار گرفته که میتونید بهش مراجعه کنید. ممنون از توجهتون. یادتون نره که مهمتر از لایک و کامنت اینه که این ویدیو رو ذخیره کنید، چون مطمئنا بعداً دوباره نیازتون میشه که بهش مراجعه کنید. و اگر فکر میکنید این ویدیو به درد دوستانتون میخوره، باشون به اشتراک بذارید. ممنون از همراهیتون. فعلا.